حتما تو صفحه‌های سینمایی دیالوگ ماندگار زیاد شنیدید، اما تو این لیست سینمایی دیالوگی رو براتون باز میکنم که تنتون رو مرمور میکنه. همچنین میریم سراغ سکانسی که ذهن شما رو میسوزونه و تو چشمتون برای همیشه موندگار میشه. به نظرتون چطوری یه کارگردان میتونه این کارو باهاتون بکنه؟ تو این لیست سینمایی یه کارگردان دیگه هم داریم که بزرگترین سکانس سرقت تو تاریخ سینما رو براتون ساخته. اما چطوری؟ خیلی خوش اومدید به کانال منتقد بزهکار. در مورد این ویدیو اینو اضافه کنم که خب تو تاریخ سینما لحظات خاص زیاده دیگه، ولی فعلا میخوایم بریم سراغ 3 تا از خاص‌تریناشو کامل پیچ و مهرش رو بریزیم پایین تا تو ویدیوهای بعدی نوبت به بقیه لحظه‌های تاریخی سینما هم برسه. پس لایک و ساب و زنگوله یادتون نره و همین دیگه، بریم سراغ ویدیو. اول بهترین سکانس سرقت تو تاریخ سینما رو با هم بررسی کنیم. فیلمی که سابژانر سرقت رو از این رو به اون رو کرد، یعنی فیلم ریفیفی که برای سال 1955 فرانسه است. سکانس سرقت این فیلم اینقدر دقیق و مرحله به مرحله طراحی شده بود که پلیس فرانسه گفت آقا این فیلمو پخش نکنید. پلیس گفت ما نمیخوایم فیلمی که اینجوری مو به مو آموزش سرقت میده پخش بشه. اینجوری بود که یه مدت کوتاه نمایش فیلم ریفیفی تو فرانسه و چند تا کشور اروپایی ممنوع شد. بذارید یه قسمتی از سناریوی این سرقت رو از من بشنوید تا بفهمید کارگردان فیلم ژولداسن چه شاهکاری رو خلق کرده. قصه اینجا شروع میشه که 4 تا دزد تصمیم میگیرن یه جواهر فروشی رو بزنن تا میرسیم به وقت سرقت و شروع یکی از نفسگیرترین سکانس‌های تاریخ سینما. سارقا تصمیم میگیرن از طبقه بالای جواهر فروشی که یه واحد مسکونیه به جواهر فروشی نفوذ کنن، یعنی از کف زمین بالا یه راه به سقف جواهر فروشی پیدا کنن. اما مشکل کار یه دزدگیر فوق‌العاده قویه که به کوچکترین صدای حساسه. اگه ضربه محکمی به سقف بخوره دزدگیر صداش در میاد. اگه یه سنگ از سقف بیفته زمین دزدگیر صداش در میاد. اگه حتی حرفی بین سارق و رد و بدل بشه باز دزدگیر صداش در میاد. اینجاست که سارقا تصمیم میگیرن توی دزدگیر رو با فشار پرفورم کنن تا سریع دزدگیر رو خفه کنن. ولی خب قبلش باید به دزدگیر برسن دیگه. حالا اینجاست که عملیات توی سکوت مرگبار شروع میشه. اونا یه پاچه دور چکش میپیچن و آروم آروم ساعتا وقت میذارن که توی سقف جواهر فروشی یه سوراخ کوچیک باز کنن. و برای اینکه سوراخ رو گشادتر کنن و مراقب این باشن که سنگریزه و خاک از سقف روی زمین نریزه، زیر سوراخ رو با چتر باز میکنن. بعد آماده شدن سوراخ یکی از اونها خیلی آروم با طناب میره تو جواهر فروشی و اسپری فوم رو با فشار وارد دزدگیر میکنه. و حالا تازه مرحله بعد شروع میشه، یعنی سوراخ کردن گاو صندوق. خود این مرحله ساعت‌ها قراره طول بکشه، یعنی اونا قرار نیست گاو صندوق رو سوراخ کنن. کاری که میکنن بیشتر شبیه به جراحی قلب میمونه. و خب منم میخواستم فقط یه بخشی از مراحل سرقت رو بهتون توضیح بدم. اگه میخواید بدونید عاقبت کار چی میشه باید خودتون فیلمو ببینید. و همه مرحله‌های این سرقت یه سکانس طولانی 30 دقیقه‌ایه. حالا اینو به کنار، اینو داشته باشید. این 30 دقیقه بدون هیچ دیالوگی اجرا میشه، بدون اینکه حتی آهنگی زیر متنش پخش بشه. یعنی فقط با میزانسن و روایت تصویری سکانس سرقت اجرا میشه. ژولداسن از قصد برای انتقال حس خفگی بیشتر بهتون این سکانس 30 دقیقه‌ای رو توی سکوت مطلق میگیره. 30 دقیقه تعلیق و استرس، 30 دقیقه که نفس رو تو سینه‌تون حبس میکنه، 30 دقیقه که شما رو از یه تماشاگر منفعل تبدیل میکنه به یه شاهد جرم. بعد این سکانس بود که کارگردان از همون دهه 50 تا به امروز شروع کردن به الهام گرفتن از فیلم ریفیفی. فیلم 11 یار روشن که تماما از فیلم ریفیفی الهام گرفته. البته که 11 یار روشن جلو این فیلم سر با صفره. یا اون سکانسی که تام کروز تو مأموریت غیر ممکن با تناب پایین اومد و یادتونه، اون صحنه هم از فیلم ریفیفی الهام گرفته. یا مثلا مایکل من گفته که برای فیلم هیت از فیلم ریفیفی الهام گرفته. حالا جالب‌ترین الهام از فیلم ریفیفی از نولانه که گفته برای فیلم اینسپشن از فیلم ریفیفی الهام گرفته. یعنی گروهی که تو دنیای خواب با سکوت نفوذ میکنن الهام گرفته شده از فیلم ریفیفیه. اینجوری شد که این شاهکار شد یکی از استانداردهای ساب ژانر سرقت تو تاریخ سینما، یک کلاس درس برای کارگردانای دیگه. و در نهایت هم فیلم ریفیفی جایزه بهترین فیلم از جشنواره کن رو میگیره. حالا جالبه این فیلم یه سری سکانس‌ها داره که اینجا نمیشه گذاشت، حالا تو تلگرام براتون میذارم. مثلا یه خواننده توی یه کافه توی یه پرفورمنس عجیب یه شعر عجیب‌تر میخونه که اگه الان این شعر رو تو فیلمی بخونی جایزه که هیچی، وزارت ارشاد وکیسم اسلامی اسکار و کن درجا فیلمو کنسل میکنن. بریم سراغ یکی از جادویی ترین سکانس‌های تاریخ سینما. فرقی نمیکنه که شما از این فیلم خوشتون بیاد یا نه، در نهایت این شات از سینما شما رو میگیره. سکانسی که یه قصه عجیب پشت کارگردانیش هست. تو فیلم ایثار، یعنی آخرین فیلم آندری تارکوفسکی تو سال 1986، یه صحنه معروف تو این فیلم هست که باید یه خونه بزرگ واقعا جلوی دوربین آتیش بگیره و بریزه زمین.
حالا جالبه بدونید این صحنه فقط یه شانس فیلمبرداری داشته، چون این خونه واقعی بوده و هفته‌ها طول کشیده که عوامل فیلم این خونه رو بسازن. حالا چی میشه به نظرتون؟ بله، درست تو لحظه سقوط خونه دوربین مشکل میخوره و اون چیزی که تارکوفسکی می‌خواسته در نمیاد. تارکوفسکی هم نه برمی‌داره نه میذاره و میگه کات، همه چی رو باید از اول بسازیم و بگیریم. تیم تولید میگه خب از گیر آدم خری افتادیم و اون خونه بزرگ رو دوباره از نو میسازه و در نهایت یکی از گیراترین و پرحس‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما فیلمبرداری میشه و اجرا میشه. اما چرا توی یه فیلم انتزاعی و تجربی که شاید اصلا خیلیاتون نخواهید این فیلمو ببینید، این صحنه از این فیلم توجه شما رو جلب میکنه؟ بذارید اسمشو بذاریم جادوی سینما، چون هیچ منطقی براش ندارم. ولی اگه ازم بخواید که منطق براش بتراشم، اینجوری باید بگم بهتون که فقط خود تارکوفسکی میدونسته تو آخرین فیلمش داره چیکار میکنه. فیلم یه جورایی درباره قربانی کردن همه چی برای نجات معنویت انسانه و تارکوفسکی هم تو زندگی واقعی تو آخرین فیلمش اینجوری قربونی میده. اون موقع ساختن فیلم ایثار سرطان داشته و میدونسته که دیگه قرار نیست فیلمی بسازه و همه چیزشو پای این فیلم میذاره. اون مثل شخصیت اصلی فیلمش همه چی رو فدای ایمانش به هنر توی فیلم ایثار میکنه و وقتی شما اینا رو بدونی و خونه‌ای که داره میسوزه رو ببینی، انگار حسی که کارگردان تو اون روزا داشته به تو منتقل میشه. باید این سکانس رو بدون کات و بدون حرف کامل ببینید که بفهمید که من دارم در مورد چی صحبت میکنم. تو تلگرام کاملش رو براتون میذارم. در اصل من خودم اصلا اهل سینمای تارکوفسکی نیستم، ولی نمیتونم واقعا فرم و حسی که تو فیلماش بوده رو انکار کنم، مخصوصا فیلم استاکر و البته فیلم آخرش یعنی ایثار که تبدیل به یه وصیت‌نامه تصویری برای اون شد. میخوام براتون یکی از بیاد موندنی ترین دیالوگای تاریخ سینما رو بشکافم. اصلا چی شد که این دیالوگ یه دفعه شد یکی از ماندگارترین لحظات سینما؟ بذارید اول قصه این دیالوگ رو براتون تعریف کنم. تو سال 1982 تو فیلم بلد رانر، رودگر هاور از سر خلاقیت خودش با هماهنگی نویسنده مونولوگی رو خلق میکنه که به معنای واقعی کلمه قلبتون رو مچاله میکنه. تو آخرای فیلم یه رپلیکانت به نام روی بتی که یه انسان مصنوعی هوشمند و برای کارهای سخت و خطرناک ساخته شده، به آخرای عمرش رسیده. حالا چرا؟ چون انسان‌ها یه جوری رپلیکانت‌ها رو برنامه‌ریزی کردن که عمر محدودی داشته باشن، یعنی 4 سال. سر همینم بتی تمام تلاش رو میکنه که بتونه بیشتر از حد مجاز زندگی کنه. حتی اون از زمین فرار میکنه و کهکشان رو زیر پاش میذاره به امید اینکه یه راهی برای بیشتر زندگی کردن پیدا کنه. ولی حالا امیدش ناامید شده. اون حالا به آخر خط رسیده و تو آخرین لحظات زندگیش مأمور شکار رپلیکانت‌های فراری، یعنی مأمور دکارت، اونو گیر میندازه و بتی درست تو همین لحظه است که میخوره به بنبست و میفهمه این دیگه آخر کارشه و اینجاست که غمگین ترین و بارونی ترین مونولوگ تاریخ سینما از زبونش جاری میشه. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. بله، همه لحظات در زمان گم میشن، مثل اشک‌ها در باران. و این به نوعی یک ودای شاعرانه برای یک انسان مصنوعی هوشمند با زندگی بود. اگه این دیالوگو شنیده باشید که قطعا جزئی از وجودتونه، دیالوگی که هیچ وقت از ذهنتون پاک نمیشه. اما اگه نشنیده باشیدش، از این به بعد هر وقت که بارون میاد این اولین دیالوگیه که به ذهنتون میاد. خب اینم 3 تا از ماندگارترین لحظه‌های تاریخی سینما. لحظه‌ای که شاید فقط چند دقیقه روی پرده بودن، اما قصه پشتشون تا چند دهه بعد تو تاریخ سینما موندگار شد. اگه از این مدل فکتای سینمایی خوشت میاد، بقیه قسمت‌های سینما فکت رو از دست نده. تو اینستا و تلگرام منو دنبال کن. لایک و ساب و زنگولم که خب دیگه وظیفه ملی شماست. سپاس. مواظب نگاهتون باشید. فعلا تا ویدئوی بعدی.